20/02/2020 این سنه شاید برای بعضی نفران معمولی و یک روزی مقرری است، اما نفرانی هستند که این روز برایشان همچون رقمی زیبا، باورار یا خود سنه خوشبختی است. جوانانی هستند که میخواهند محض در همین سنه خانه‌دار شوند. به همین خاطر ما به خانه عقد نکاح مراجعت نمودیم. مسئولان اطلاع دادند که در شهر خوجند امروز سنه 20 فوریه سال 2020 3 عقد نکاح و تا نصف روزی 2 عدد عریضه نکاح به قید گرفته شده است. ویزا میگیرن کودکچه امروز سولیم سنه 20/02/2020 در تولدخانه شهر خوجند تا نصف روزی 4 نفر کودک به دنیا آمد. از اینها 3 نفرشان پسرچه و 1 نفر دخترچه می باشند. دکتران میگویند که وضع سلامتی مادر و کودک خوب است. سنه 20 فوریه 2020 که این سنه بینیات سنه خاطرمان می باشد، در تولدخانه شهر خوجند 4 نفر زنها تولد کردند که از اینها 3 نفرشان پسرچه و 1 نفرشان دخترچه می باشد و حالتی هم زنها هم کودکشان به نهایت خوب می باشند. پدر و مادری فرزندانی که امشب این سنه خاطرمان به تولد شدند به نهایت خرسند که با کودکان دلخواه و زیبا سالم و صالح به دنیا آمدند و البته به نهایت خرسند می باشند که این سنه 1000 سالها 1 مرتبه تکرار می شود. بنا به معلومات شبکه جهانی گوگل 20 فوریه همچون روز عمومی جهانی عدالت اجتماعی قید می شود. رقم های یک خیله را مثل آینه نیز می حسابند. پرسش سری راهی معلوم نمود که این رقم ها با زندگی مردم چه ارتباط دارند. رقمی یک خیله پیش وقت نه شخصی دین می گفتند روزی بخت می گفتند. نهایت روزی بخت نیست. نه 20/02/20 تقریبا به فکر شما چه سنه؟ نه ها آدمای خوشبخت همین روز به خدا میرساند. حاضر نیورم رفته اسم قط خدمتی هم کساندی هم نیورم با این سنه ها برای هر یک انسان سنه های تقدیرساز و سنه های مبارکند. شخصی دین 20/02/2020 بعد یک چند ساعت به حکم تاریخ می رود. این روز برای یک طایفه آدمان روزی مقرری است، اما برای گروه دیگر یک روزی خاصه و غیر عادی محسوب می شود. در مجموع تا نصف روزی سنه 20 فوریه 4 جوان پدر و 4 زن مادر شدند. این روز برای این والدین جوان واقعا هم سنه تاریخی و خاطرمان بود. گزارش سومن حامید و نسیم رحیموف برای برنامه اطلاعاتی خبر.